سلام، وقت شما بخیر همراهان فیچرمن. یه اپیزود دیگر از ارزیابی کلینیک محصولات دندانپزشکی دیجیتال و این بار اسکنر پاندا مدل پیتری رو با هم می‌بینیم. اسکنری که خب با وزن کم بناس تجربه اسکن راحت رو باش امیدوارم بتونیم داشته باشیم. در کار رویکست موفق بود. یه مقدار توی پروگزیمال ها چالش داشتیم، ببینیم در کار داخل دهان چطور عمل میکنه و خب تجربه سارا عزیزم ازش بپرسیم. مثل همیشه با سارا ظریفیان هستیم برای ارزیابی اسکنر و آمادیم برای تست دستگاه. من معرفی کردم اسکنر رو و دایرکت میرم سراغ فاز اصلیمون. طرح درمان رو از من میخواد که بهش معرفی بکنم. یک کیس ارتو معرفی میکنم چون فقط بناسی اسکنالی داشته باشیم با این محصول و ببینیم که در اسکن فک بالا و پایین چطور عمل میکنه. خب مثل معمول من باید لایت رو روی ماکسیموم تنظیم بکنم برای اینکه داخل دهان کار میکنیم. با یه عمق نرمال میخوام کار رو شروع کنم و حالا همه چی آماده است برای شروع اسکن. صدای فن؟ صدای فن رو میشنویم، ببینیم که در کار چطور عمل میکنه اسکن. اصلا از فک بالا میخوام شروع کنم اسکنم رو. خب از مولرها در سمت چپ شروع میکنم. یه خود باز در سر جان، مرسی. میام به سطح پالاتال قدمی ها و در ادامه میام به سمت مولرهای راست. در یه برگشت سعیم اینه که بتونم پالاتال رو کامل بکنم تصویرشو. حالا میام و بازیابی تصویر رو دارم دوباره پیدا کرد. برمیگردم میام سمت باکال و دیستال دندون آخر رو به خوبی میتونه ثبت کنه برام و میام باکال و تا نیمه جلو میام تا میدلاین امتداد میدم حرکتم رو. یه خود در واقع حرکات ظریف باکالینگوال رو هم دارم، مزیودیستال هم دارم که ثبت بهتری توی پروگزیمال داشته باشم. حالا برمیگردم طرف چپ. پالاتال اون جاهایی که کامل نبوده است رو سعی میکنم کامل کنم و در ادامه برم سراغ سطح باکال راست. این دندون عقلیه که هیچ موقع نتونستیم ثبتش کنیم. سمت چپ سر جان فک رو منحرف کن. او نه بازم کماکان اینجا برای نیست که بتونیم ثبت پشت دندون عقل رو انجام بدیم. ادامه میدم به سمت قدام. باکال رو دارم کامل میکنم. یه خورده حرکات باکوپالاتال که بتونم لبه رو دقیق‌تر ثبتش رو انجام بدم و از دو پارچه شدن تصویر هم بتونم اجتناب بکنم. در ادامه جاهایی که احیانا باقی مونده یه مقدار تو مزیال پرمولر هاست، اینجا رو یه ریتاش نیاز داشت که خب انجام دادیم و بذارید ببینیم فایلمون چطور پیش رفته است. من اسکن رو غیر فعال کردم. حالا مرور بکنیم با هم. به جز دندون عقل اون پشتش خب هیچ موقع نتونستیم ثبتش کنیم برای سارا. بقیه سطوح خیلی اسکن خوب و دقیقی رو به نظر میاد که داریم و حالا با در واقع کنترل روی بدنه میرم استپ بعد، یعنی اسکن فک پایین رو بتونیم ثبت کنیم. اسکن فک پایین رو دوباره از سطح اوکلوزال سمت چپ شروع میکنم. یه اسکن نسبتاً خوب در سطوح اوکلوزال به سمت راست میام و حالا روتیت میکنم به سمت لینگوال. قدام رو کامل میکنم و میرم به لینگوال چپ. خیلی عالی. اسکن خیلی روان و سریع رو دارم. با توجه به سگمنت قیمتی محصول هم فکر می‌کنم تو رنج خودش اسکن خیلی موفقیه و تجربه خیلی خوبی داره. AI قدرتمندی هم داره. تو حذف بافت‌های اضافه می‌بینید اینجا من بافت‌های اضافه رو دارم ولی خیلی سریع میتونه حذف کنه این بافت‌های اضافه رو و اسکن رو به خوبی دنبال بکنه. پشت دندون آخر رو هم خیلی خوب تصویر رو برام ثبت میکنه. بسیار خوب. اسکن سریع و راحت و به قولی روان بود و حالا میتونم کنترل کنم. اگر جایی باقی مانده و میس شده دوباره کاملش کنم. ولی خوشبختانه این محصولیه که نسبت به مدل کستش خیلی اسکن راحت تری رو داشت تو سطوح پروگزیمال به نظر من و این حالا به نوعی در واقع بیانگر موفقیتش در کار کلینیکی هست. میرم استپ آخر که استپ ثبت بایت هم هست و ببینیم بایت رو با چه سرعتی میتونیم از این اسکنر دریافت کنیم. سرجان ثابت بمونه. مرسی.
بایت در کمتر از 2 ثانیه یه بایت دقیق رو تونستم دریافت بکنم. خب وریفای میکنیم و اگه همه چی خوبه آماده است برای اینکه بایت هم اینجا میتونید چک کنید ببینید آیا این ور تماس ثبت شده. یه مقدار من اینجا بذار رو هم سارا جان. خب ببینید من این ور رو چک کردم، من تو خلفیه این ور باید تماس داشته باشم. به نظرم بایت جای بهتر شدن داره. اینی که همون بایت رو دوباره ادامه میدم و یه مقدار به سمت راست شیفتش میدم. این در واقع به نوعی بیانگر اهمیت وریفای کردن بایتمونه. ببینیم آیا تصویرمون رو بهتر کرد یا نه. یه بار دیگه. خب همونطور که دیدید الان بایت صحیح بود. با اینکه وریفای شد ولی خب یه مقدار خطا داشتیم توی قسمت راست در انتها، ولی الان دیگه یه بایت دقیق رو من در 2 طرف دارم. برای اینکه یه بار دیگه تست بکنم دوست دارم پاک کنم فایلو و یه بار دیگه این تجربه رو تکرار کنیم. یه بار دیگه به شکل محدود ببینیم ابتدا که وریفای میکنه آیا بازم خطای راست رو دارم یا نه. اسکنم رو شروع میکنم. خب الان وریفای کرد. میخوام ببینم سمت راست بازم اون فاصله وجود داره یا نه. بله میبینید باز هم این وقت خطا داره. این به نوعی اهمیت این هست که لازمه علیرغم اینکه اینجا وریفای میکنه بایت رو ولی در یه اریای وسیع‌تری اسکن رو دنبال بکنید تا اطمینان پیدا بکنید که در طرف قرینه هم اسکنتون موفق پیش رفته. خب فکر میکنم این کافی باشه. راست رو چک میکنم. بله الان یه بایت خوب رو روش دارم و این خب مشخصا یعنی اینکه هم اینکه لازمه اینجا یه مقدار شرط اسکنم رو با شرط کلینیکی مقایسه بکنم و همین که یه ایرای وسیع‌تر رو تا جایی که دنتیشن بهم اجازه میده ثبت کنم که بتونم اطمینان داشته باشم از بایت اسکن. بسیار خوب. فایل رو میفرستم برای پروسسینگ. تو این فاصله از سارا میخوام که فیدبکش رو بگه. سارا چی خاص بود در مورد اسکنر پاندا پیتری؟ اینکه با اینکه صدای فنش زیاده ولی خودش احساس نمیشد داخل دهان و نسبت به سری قبلیشون مدل قبلیشون احساس میکنم که مدل قبلیشون سبکتر از این مدل بودشون. آره خب سبکتر بود. 100 گرم فرق 90 گرم فرق وزنی این دو تا محصول با هم بود. اون محصول 90 گرم از اینکه تقریبا کمتره وزنش، ولی توی کار کلینیکی واقعا اینکه هر دوش اسکن با کیفیت مشابهی رو داشت. میخوام بگم خیلی به نظر من توی کیفیت اسکن نمیتونم بگم اون یکی از اینکه بهتر بود. تقریبا یه تجربه یکسان رو برای هر دو داشتیم و هر دو موفق بودن با توجه به در واقع آره برای منم که کار کردم باهاش تجربه راحتی بود چون اسکن سری راحتی رو تونستم دریافت بکنم. منتظر میمونیم که فایل نهایی شه و باز چکش کنیم و در صورتی که همه چی اوکی بود ارسال شه فایل برای لابراتوار. این محصول به ما فرمت های STL و PLY رو میده و توی این دوتا فرمت شما خب به طب میتونید ارسال فایلتون رو به لابراتوار انجام بدید بسته به خواستتون. الان پروسسینگ کامل شد. همون کمتر از شاید 1 دقیقه پروسسینگ فایل زمان نیاز داره و اینجا که چک میکنم فایلو اگر دیگه همه چی اوکی بود میتونم فایلو ارسال کنم برای لاب. بسیار خوب. دیتیل خوبی هم اینجا دارید میبینید، میتونید ببینید یه دیتیل خیلی خوب رو به واسطه دقت در واقع 10 میکرونیش میتونه بهتون بده و یه تکسچر خوب هم رو بافت میتونه بده که برای تعیین مارجین لاین یا برای در واقع کارهای طراحیتون بتونه بهتون کمک بکنه. ارسال فایل رو اینجا در واقع با فرمت های PLY رنگی، PLY تکسچر و STL من دارم و نهایتاً اینجا ارسالش رو انجام میدم به شکل PLY. اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم اسکنر پیتری پاندا با توجه به رنج قیمتیش محصول خیلی توانمندیه. یه اسکن خوب با کیفیت مناسب رو بهمون میده و اسکنریه که در کار کلینیکی هم یه تجربه راحت برای من عمل کننده به همراه داشت. لازمه در پایان ویدیو از شرکت نوتریدنت نمایندگی پاندا در کشور تشکر بکنم به واسطه همراهیشون برای ضبط این ویدیو و دعوت میکنم حالا اطلاعات محصول شرط در واقع تهیه محصول هم باز به شکل مستقیم از خود شرکت جویا باشید. اما در خصوص خود ویدیو و در واقع بخش تخصصی و تکنیکیش هر سالی بود خوشحال میشیم که خود من و تیم فیچر مک پاسخگوی شما عزیزان باشیم. سارا جان ممنون از همراهی. از دوستان پشت دوربین هم تشکر میکنم که امکان ارائه این ویدیو رو فراهم کردن. درود و خدا نگهدار.